شاهزاده کریم آقاخان چهارم پیشوای اسماعیلیان جهان گفته است از تکرار ناآرامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت نگران است. او در پیام از پیروانش در ولایت مختار کوهستان بدخشان خواست اختلاف ها را با مکالمه و در رویه احترام و همدیگر فهمی حل کنند. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان پیرو رویه اسماعیل می باشند و آقاخان چهارم را پیشوای روحانی خود و عازر ما مینامند. به اطلاع منابع رادیو آزادی متن پیام آقاخان را روز 19 می در جماعتخانه اسماعیلیان در تاجیکستان خواندند. پیام بین مانند ماه ینور امسال در پی واقعه های ماه نوامبر سال 2021 نیز نشر و پهن شده بود. از 16 می به این طرف وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر خاروخ و ناحیه روشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این میدانند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه‌های جنایی و مبارزه مسلحانه عیبدار کردند. ساکنان میگویند تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه ها برآمدند. چون ماها با زیر فشار و تعقیب هستند، پیشوای اسماعیلیان در پیامش گفته است به عنوان امام زمان به جماعت تاجیکم فرمان میدهم که آرامی را نگاه دارند، قانون کشور را رعایت کنند، همه گونه زورآوری، بی‌ترتیبی، فعالیت غیر قانونی و عملهای دیگر را که میتوانند به نیک و اوالی آنها تهدید کند رد نمایند. شاهزاده کریم آقاخان چهار در ادامه از پیروانش خواسته است وارد خشونت نشوند. نهایت مهم است که فرزندان روحانی هم همیشه سنت جماعتمان، یعنی در برابر همه هموطنان دیگر در صلح و آسایشتگی زندگی کردن را حفظ نمایند و در رشد کشورشان سهم فعالانه گذارند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان همیشه دست داشتن خود را در همه گونه بی‌نظمی و قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار به آنها عیبدار میکنند، چیزی که مقامات تاجیکستان نمیپذیرند. آقاخان چهارم در آخر پیامش به پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان گفته است در صورت پیش آمدن ضرورت راهنمایی من بعد را توسط سازمان‌های جماعت خواهد فرستاد.